با عرض سلام و درود به همه شمایان، کسانی که والنتیور شدنی هستند در خصوصا ساحه انرژی در فنلاند، در شهر هلسینکی هست. یک برنامه کاریه که مدتش 12 ماه هسته. چیکار میکنن؟ والنتیور گفتن. خب درباره این کار کمی گپ میزنیم که چی کار هسته. وقتی هم که با توجیه میکنیم میگه که پیشبردی استفاده انرژی برقرار شونده. خلاص مراجعت کنید، دیگه را میمونیم. در این کار تقدیم کردن تنها از طریق چی باشه؟ میگه مکتوب خود هوسمند خود رو به سراغ نمی استیون در اینجا که نوشتگی هسته در همین میگه چیکار کنین؟ روان کنین. خب وقتی هم که درباره جایگاه و غذا و نقلیات میگه جایگاه اختیاریانه یا که اختیاریان در یک منزل مشترک یک اتاق خصوصی میگیرند. همه 8 والنتیور در یک کوچه زندگی میکنند، یعنی هنگام ضرورت آنها میتوانند با آسانی همدیگر را دستگیری کنند. این والنتیورها اینچنین برای خریدن خوراک، چیپته اتوبوس، برای نقلیات در داخل هلسینکی و پول جیب کارپوسی همبستگی اروپا میگیرند. سغورته طبی ما برای سفر از کشور شما به فنلاندیا پرداخت میکنیم و بازگشت، یعنی که هم سومی رفته میتن هم سومی برگشته. آموزش در دوام فعالیت، آموزش پیش از آمدن از جانب تشکیلات ارسال کننده. خلاص میره دوجا خودشون نشانت میتن و این چنین چی میگه دیجا نه ترس باشه ای کار کردن قطعی بیگانه و گپ زدن و چی کردن، یعنی که فعالیت مهارت های خود نشون میده. انا سنه های فعالیت همگی 51 هفته رو دوام میگیره. ای 8 ماه 1 ینور 2024 سر میشه تا چیره 31/12/2024. برای همین کسایی که میخواه که در این کار تقدیم کنه بیشی تا با ایمیل روان کنه در همین سراغ رزومه خود روان کنه و آرزوی موفقیت برای همه شما.